زندگی هر انسان 3 روز هست: دیروز، امروز، فردا. اما شخصی موفق در این 3 روز چی شخصی هست؟ شخصی است که دیروز هر کاری انجام داده حسرت نمیخوره. یعنی چی؟ یعنی به خاطر کاری خرابی که دیروز کرده یا وقت خود را ضایع کرده یا از وقت خود استفاده نکرده، انگیزه خود را از بین نمیبرد، روحی خود را از بین نمیبرد، خود را تضعیف نمی کند. اما امروز کمال استفاده را می کند، از وقت خود به نهایت استفاده می کند. 1 ثانیه وقت خود را مانند 1 دقیقه و 1 دقیقه را مانند 1 ساعت، 1 ساعت را مانند 1 روز، 1 روز را مانند 1 هفته و 1 هفته را مانند 1 ماه، ماه را مانند سال. یعنی هر ثانیه وقتش را خیلی گرامی می داند و از آن کمال استفاده را می برد و برای فردای خود امید دارد. این امید است که ما را می رسانه. این نیت